تصور کن فقط 18 سالته، سنی که خیلی از بچه‌های اون سن و سالی هنوز در حال رویا بافتنن. اما چند ساعت بعد پلیس با صحنه‌ای مواجه میشه که حتی با تجربه ترین کارگاه ها هم سالها اون صحنه رو فراموش نمی کنن. سلام سایه های من هیدرام. آماده این که یه راز دیگر رو از زیر خاک بیرون بکشیم؟ دختری که قرار بود مثل بقیه بچه ها زندگی کنه تبدیل شد به جوانترین زنی که تو تاریخ آمریکا به اعدام محکوم میشه. بعضی از قاتلات تو دنیا وجود دارن که از همون اول قاتل به دنیا نمیان و از همون اول هیولا نیستن. گاهی فقط یه تصمیم، یه حسادت و چند ساعت زمان لازمه تا یک انسان از مرز انسانیت عبور کنه. کریستا گیل پایک متولد 10 مارس 1976. اون توی بیکلی، ویرجینیای غربی ایالات متحده به دنیا اومد. کریستا به طور نارس از مادر و پدرش متولد میشه. مادر اون کاریسا هانسون و پدرش امیل گلن پایک. اون اولش توی بیکلی زندگی میکردن به همراه خود کریستا و پدر و مادر و یه خواهر ناتنی بزرگتر از خودش. و بهتون نگم که واقعا چقدر پدر مادرش رابطه پرتنش و پرآشوبی داشتن. یعنی همش با هم دیگه بحث داشتن، جر و بحث میکردن، دعواهای خیلی شدید میکردن و همین پیش زمینه این شد که کریستا مثل یه دختر عادی بزرگ نشه. اونا 2 سال بود که ازدواج کرده بودن و وقتی که فهمیدن که هانسون که مادر خانواده است خیانت کرده، پدرشون گفت من دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم، میخوام طلاقت بدم و اصلا دیگه نمیخوام که توی زندگیم باشی، چون خط قرمز من توی زندگی خیانت کردنه. بعد از اینکه 2 سال از طلاقشون میگذره، هانسون اقدام به خودکشی میکنه، چون با خودش میگه که من دیگه نمیتونم تحمل کنم، میخوام همسرم برگرده، زندگیمو داشته باشم و من اشتباه کردم. اون با خودکشی کردنش باعث میشه که امیل برگرده سمتش و دوباره با هم دیگه ازدواج میکنن. اما بچه‌ها اینم بگم که به خاطر اینکه دوباره برگشتن پیش هم دیگه، اصلا قدرشناس زندگیشون و بچه‌هاشون نبودن. اونا بیشتر مواقع خیلی 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 سهل انگار بودن و اصلا براشون اهمیت نداشت که خونه تمیزه، کثیفه، بوی بد میده یا اصلا بچه‌ها غذا خوردن یا نه. بیشتر وقتا وقتی سگشون مدفوع میکرد، اونا به این زودی تمیز نمیکردن و باعث میشد خونه یه بوی خیلی خیلی آزاردهنده بده. یکی از عمه‌های کریستا گفته که وقتی که کریستا بچه بود بین یه عالمه مدفوع سگ میخزیده، یعنی در حدی بوده که انگار تو شنا میکرده. یه روز که کریستا مریض میشه، مادرش همینطوری روی صندلی نشسته بوده و داشته نوشیدنی مصرف میکرده، نوشیدنی الکلی. بچه مریض میشه، تب میکنه و در آخرم تشنج میکنه. عمه کریستای نوزاد رو میبره به بیمارستان و بعد تماس میگیره با خونه و با هانسون دعواش میشه که چرا تو این رفتارا رو میکنی؟ چرا وقتی دیدی بچه حالش انقدر بده اهمیت ندادی؟ الانم حتما شرط میبندم که روی صندلی نشستی و هنوزم داری مشروب میخوری. بله بچه‌ها درسته، هانسون همینجوری روی صندلی نشسته بود و همینجور که تلفن رو گرفت میگفت آها خب میگفتی، و اصلا این سبک زندگیش که پر از نوشیدنی خوردن الکلی بود رو ترک نکرد. مادر بزرگ پدری کریستا گفته که من خیلی وقتا از بچه مراقبت میکردم و اصلا مادرش انگار تو باغ نبود و آخرش هم همش به ما میگفت که شما هیچ کاری برای من نمیکنین، شما اصلا به من کمک نمیکنین و اصلا قدرشناس نبود. زمانی که کریستا 6 ساله شد و میخواستم بفرستنش به مهد کودک، اون یه مهد کودک خوب با یه معلم خوب پیدا کردن و کریستا رو اونجا ثبت نام کردن. عمه کریستا به معلمش میگه که این بچه از لحاظ روحی یه سری مشکلاتی داره، لطفاً بهش بیشتر برسین. معلم کریستا هم کل ذهن و فکرش رو میذاره روی کریستا تا کمکش کنه. یه روز که به بچه‌ها گفته بود که بچه‌ها میخوایم نقاشی بکشیم، کریستا یه چیز دیگه به جای خورشید و گل و ماه و درخت میکشه.
وقتی برگه بقیه بچه‌ها رو نگاه میکرد معلم، میدید که همه از خورشید، گل، چیزای رنگی و خلاصه چیزای قشنگ نقاشی کشیدن. اما کریستا به جای اینکه از این طور چیزا نقاشی بکشه، از اندام تناسلی مردانه نقاشی کشیده بود. معلمش سریع اون نقاشی رو برمیداره و این موضوع رو میره به دفتر مدیریت میگه. مدیریت هم با هانسون تماس میگیره که مادر کریستا بوده و بهش میگه که باید بیاد مدرسه تا این موضوع مهمی رو بهش بگه. هانسون وقتی که خیلی خیلی دیر میره مدرسه، مدیر باهاش صحبت میکنه و بهش میگه که ببینین خانم هانسون، اصلا نگران نشین، من میخوام یه موضوعی رو بهتون بگم، اصلا نگران نباشین، بعضی وقتا طبیعیه که این اتفاقات واسه یه سری از بچه‌ها بیفته، حالا ما سعی میکنیم که درستش کنیم. اون نقاش رو به هانسون نشون میده و بهش میگه که ببینید اینو دخترتون کریستا کشیده. هانسون وقتی که نگاه میکنه به نقاشی خیلی براش مهم نیست و با پرروی تمام به مدیریت میگه که به خاطر این منو کشیدین تا اینجا و بعد از اونم هیچ اقدامی انجام نمیده و همینطوری هیچی به هیچی. این ماجرا میگذره تا کریستا میرسه به کلاس سوم دبستان. هانسون مادر کریستا شهادت میده که هانسون وقتی که فقط کلاس سوم بوده سعی داشته که یه عالمه استامینوفن رو با هم دیگه مصرف کنه و نمیدونم که اطلاع داری یا نه، ولی مصرف بیشتر از فکر کنم 12 یا 11 دونه قرص استامینوفن باعث مرگ میشه و تو موارد دیگه باعث مسمومیت خیلی شدید میشه. بعد از این قضیه اون تحت درمان روانی قرار میگیره توی تایم‌های مختلف، مثلا 3 شنبه ها، 5 شنبه ها و 1 شنبه ها باید میرفته پیش روانکاو تا روانشناسی بشه و تحت درمان قرار بگیره. وقتی که کریستا 12 سالش میشه، اون موقع مادر بزرگش از دنیا میره. تو سال 1988 مادر بزرگش فوت میکنه و کریستا اقدام به یک کار وحشتناک میزنه. اون سعی میکنه که خودکشی کنه، ولی بعد از اینکه از خودکشی کردن نجات پیدا میکنه هیچ کس حمایتش نمیکنه. تا اونجایی که من میدونم فقط عمش بوده که حمایت عاطفی کرده ازش. وضعیت زندگی کریستا تو کل دوران نوجوانیش واقعا افتضاح و ناپایدار بوده. یعنی همش یه سری خشونت‌های پیش پا افتاده به کار می‌برده، فحش میداده و در کل آدم خوبی نبوده. اون توی یه سری اتفاقایی که براش افتاده بود قربانی بود، ولی راستشو بخواین خودش آغازگر این خشونت بود. یه روز که دوست پسر مادرش اومده بود خونشون، کریستا خیلی از اون مرد بدش میومد. برای همین با چاقوی کره‌خوری دنبال اون دوید تا زخمیش کنه. اما اون مرد بالاخره از خودش دفاع میکنه دیگه، برگشت و از خودش دفاع کرد و مشت زد توی صورت کریستا. بعدش این قضیه به دادگاه و پلیس کشیده شد، ولی بعد از اینکه گفت چرا این کارو کرده و واقعا ترسیده بوده اون لحظه چون کریستا تعادل روانی نداشته، اتهامات جنایی از سرش حل و فصل شد و اصلا متهم نشد. بالاخره تصمیم گرفتن که کریستا با پدرش زندگی کنه و از اینجا به بعد داستان زندگیش با خانواده جدید پدرش رو براتون تعریف میکنم. در حالی که با خانواده جدید پدرش زندگی میکرد، یکی از خواهرای ناتنی که داشت، یعنی از مادر ناتنیش بود اون دختر، ادعا میکرد که توسط کریستا مورد آزار و اذیت قرار گرفته و اون دختر ادعا کرده که به خاطر این کاری که کریستا باهاش کرده، پدر ناتنیش که میشه پدر واقعی کریستا اون از خونه بیرون کرده. کریستا توی همون بازه زمانی یه سری تجاوزهای جنسی براش صورت گرفته بوده. اون ادعا میکنه که توی اون بازه زمانی چند نفر به هم تجاوز کردن یا باعث آزار و اذیت جنسی شدن. خانواده‌اش واقعا به حرفایی که کریستا میزد توجه نمی کردن و رسما شک داشتن به اینکه کریستا راست میگه یا دروغ میگه. راستش خانواده‌اش کلا به این حرفایی که کریستا میزده شک داشتن، یعنی میگفتن که اون یه سری کارا، یه سری جلب توجه ها رو انجام میداد که ما عمدن بیشتر بهش توجه کنیم، یا از قصد یه سریا رو زخمی میکرد داخل خونه و با خواهر ناتنیاش بد رفتار میکرد و اونا کریستا رو اینطوری شرح میدن که اون یه دروغگو بیماره. یه روز گوشی مادرش زنگ میخوره.
یه مرد پشت خط بوده و به هانسون گفته که من قصد دارم بهت تجاوز کنم. هانسون هم ترسیده و این موضوع رو به دخترش گفت. کریستا هم که سرش درد میکرد واسه اینکه یه نفر رو کتک بزنه، زخمی کنه و هر کاری باهاش بکنه، با یکی از دوستای صمیمیش اون مردو میفرستن توی پارکینگ یه پاساژ و تا میخورده کتکش میزدن با یه چوب. به خاطر این جابجایی‌های عجیب و غریب و زیاد کریستا و خانواده‌اش، اون مجبور میشد که همش دائما مدرسه‌ش رو عوض کنه و خب این خیلی تاثیر میذاره توی هم تحصیل و هم یه سری خصوصیات اخلاقی، چون بالاخره توی مدرسه‌ای که سطحش بالاتر باشه یه سری بچه‌های بهتری هستن و تو مدرسه‌ای که تو سطح‌های پایین‌تر بچه‌ها مجبور میشن برن، خصوصیات اخلاقی یه سری افرادی از اونجا میگیرن که اصلا لازم به ذکر نیست. وقتی که رسیده بود به دبیرستان و به قول معروف کلاس دهم، به خاطر کارهایی که توی دبیرستان انجام میداد و به خاطر خشونت‌های عجیب و غریبش، اون به مدت 1 سال رفتش به یه مرکز نگهداری از نوجوانان. اونجا بودش که به جاب کورپس، یه برنامه دولتی که هدفش این بوده که به نوجوانایی که کم درآمدن یا خانواده ندارن کمک کنه. این برنامه با مهارتایی که به بچه‌ها یاد میداد، بهشون این آموزش رو میداد که برای خودشون تو دنیای واقعی یه شغل پیدا کنن. کریستا تو همین بازه زمانی از فرصتش استفاده میکنه و یه سری آموزشای خاص در مورد پرستاری میبینه به نام برنامه جد. اون آرزو داشته که به عنوان دستیار پرستاری آموزش ببینه و به این مقطع برسه. در اواخر سال 1994 اون توی مرکز جاب کورس شرکت کرد که توی ناکسویل قرار داره. اما اینم بگم که الان این مرکز اصلا فعالیتی نداره. همونجا بودش که اون با یه پسر دبیرستانی سال سومی به نام تادر چیپ آشنا میشه و شروع میکنه به قرار گذاشتن با اون پسره و توی همین زمان بود که اونا با همدیگه علاقه‌مند شدن به علوم شیطانی و پرستش شیطان. کریستا توی اون مرکز که بود یه همکلاسی 19 ساله داشت. توی مرکز جاب کورس که بودن، کالین اسلمر 19 ساله متاسفانه همکلاسیش بود. کالین بعضی وقتا از تادریل که دوست پسر کریستا میشه، بعضی وقتا یه سری سوالا میکرد یا بعضی وقتا باهاش خیلی صحبت‌های معمولی میکرد. اما کریستا به خاطر اون مغز شیطانی که داشت فکر میکرد اون میخواد دوست پسرش رو از چنگش در بیاره. برای همین شروع کرد به یه سری حسادت‌های عجیب و غریب و یه سری فکرای بد. اون با هر کی که در مورد کالین صحبت میکرد همشون گفتن که کریستا به ما گفته اون هرزه میخواد دوست پسرم رو بدزده. اینجا این ماجراست که شادولا پاترسون 18 ساله وارد ماجرا میشه. شادولا پاترسون فقط 18 سالش بوده و دوست صمیمی کریستا بود. یه روز که با هم دیگه دارن در مورد کالین غیبت میکنن، کریستا میگه چه خوب میشد اگه اون اصلا وجود نداشت. من همش باید حواسم به دوست پسرم باشه تا ببینم اون نزدیکش نشه یا یه وقت دوست پسرم رو ندزده. به نظر من اون واقعا هرز است. شادولا متاسفانه با همه حرفای کریستا موافق بوده و بهش میگه که به نظرت باید چی کار کنیم؟ به نظرم یه کاری بکنیم که کلا از این مرکز بره. ولی اینجا بود که کریستا بهش میگه بره چیه؟ اگه بره ممکنه از یه جای دیگه سر برسه دوست پسرم رو بدزده. به نظرم باید یه نقشه دیگه بکشیم. کریستا و شادولا با هم دیگه نقشه میکشن و فردای اون روز به کالین میگن که کالین تو میدونستی یه کارخونه بخار متروک این اطراف هست؟ خیلی جای خفنیه. من و شادولا میخوایم بریم و اونجا رو ببینیم. میخوای بیای و بریم 3 تایی دخترونه اونجا رو بگردیم؟ شاید چیزای عجیب و غریبم پیدا کنیم. از اونجایی که کالین به چیزای عجیب و غریب خیلی علاقه داشته، این فرصت رو از دست نمیده که کاش از دست میداد و قبول میکنه. متاسفانه اونا کالینو میکشونن به کارخونه بخار متروکه و دورافتاده‌ای که نزدیک محوطه دانشگاه تنسی بود. از اونجایی که کریستا و شادولا با کالین یه جورایی جنگ داشتن، بهش یه پیشنهاد داده بودن که اول صلح کنن و بعد برن و گشت و گذار کنن.
اونا به کالین پیشنهاد داده بودن که برن توی جنگل و ستایی با هم دیگه ماریجوانا بکشن تا اینطوری هم خیلی بخندن هم خیلی بهشون خوش بگذره و یه جورایی با هم دیگه کلا دوست بشن و صلح کنن. تو 12 ژانویه 1995 کریستا، کالین، شادولا و تاداریل از خوابگاه خارج میشن و رفتن به سمت جنگل، جایی که قرار بود ماریجواناشون رو مصرف کنن. به محض اینکه رسیدن به یه جای خلوت، وقتی که کالین اون وسط قرار داشت، کریستا و دوست به سرش تاداریل پریدن روش و اونو گرفتن، در حالی که شادولا توی این موقعیت نقش دیدبانو داشت تا کسی نیاد و نقشش رو لو نره. کالین اسلیمر، دختر 19 ساله، به مدت 30 دقیقه مورد ضرب و شتم و تمسخر قرار گرفته بود. اونا دکمه‌های لباس کالینو باز کرده بودن، اونا انداخته بودن رو زمین و با چاقو روی سینه‌اش یه 5 ضلعی حک کرده بودن. و خب به نظر من اون 5 ضلعی همون مربوط میشه به اون مسائل شیطان پرستیشون. و در نهایت که هر کاری که تونستن با اون دختر بیچاره کردن، کریستا یه فکری به سرش زد که با یه تیکه آسفالت بزرگ جمجمه کالینو گذاشت زیر پاش و با اون تیکه آسفالت جمجمه کالینو خورد کرد و در نهایت اونو به قتل رسون. و بعد از اینکه جمجمه کالین کاملا خورد شد، اون یه تیکه از جمجمه کالینو برداشت و گذاشت توی جیبش. کریستا برای اینکه با این کارش بقیه بچه‌ها رو بترسونه و یه جورایی پوز بده که همچین کاری کرده، اون تیکه جمجمه رو به همه نشون میداد و میگفت من این کار کردم، میدونین چرا دیگه کالین نمیاد مدرسه؟ چون من کشتمش. و بعد از اینکه این کار کرد و به کل مدرسه و اطراف مدرسه نشون داد، ظرف 36 ساعت هر 3 نفر اونا دستگیر شدن. برای اینکه از خوابگاه خارج بشی، معمولا یه سری خوابگاه‌های دانشجویی اینطورین. یعنی موقعی که میخوای از خوابگاه خارج بشی، باید داخل دفتر ثبت وقایع ورود و خروج رو امضا و مهر یا اثر انگشت بزنی و تاریخ ورود و خروجت هم بنویسی. وقتی که اونا صبح 4 نفری امضا و اثر انگشتشون رو زده بودن و رفته بودن بیرون، ولی 3 نفری برگشته بودن، خب این یه سند معتبر و محکم بود برای اینکه نشون بده کالین نیست و احتمالاً اون جمجمه واقعیه. کارگاه‌ها وقتی که کریستا رو بازرسی بدنی کردن، اون تیکه جمجمه رو داخل جیب کریستا پیدا کردن. بعد از اینکه یه کوچولو دستگیر بودن، کریستا همه چی رو به سرعت اعتراف کرد. اون گفتش که کالینو کشته، حسابی خشونت‌های عجیب و غریب روش اعمال کرده و واقعا پوستش رو کنده و اینم بله، اینم یه تیکه از سرشه. اما اون به پلیسا گفته بود که من فقط سعی داشتم اونو بترسونم، اما اون تقلا کرد، به هم گفت میرم همه چی رو به همه میگم که تو چی کار کردی. منم کنترل اوضاع از دستم در رفت و باعث شد بکشمش. مادر کالین اسلیمر بارها به قاضی و هر کسی که اونجا مسئول بوده التماس کرده بود که لطفاً اون تیکه جمجمه‌ای که از سر دخترم دارین رو بهم بدین، چون من میخوام دفنش کنم و به نظر من دخترم با این همه زجری که کشیده لیاقت یه دفن مناسب و یه مراسم رو داره. اما پلیسا و مقاما گفتن که نه، نمیشه و تا پایان این پرونده باید اون تیکه جمجمه پیش ما بمونه. اون 3 نفر، یعنی کریستا، دوست پسرش و دوست صمیمیش، هر 3 تاشون به قتل درجه 1 محکوم شدن و همینطور توطئه برای ارتکاب قتل درجه 1. یعنی با هم دیگه قبلش صحبت کرده بودن و همینطور محکوم شدن کاملا. و یکی از درست‌ترین کارهایی که توی این پرونده کردن این بودش که با این بچه‌ها واقعا مثل آدمای بزرگ رفتار کردن توی پرونده. یعنی تاداریل شیپ که دوست پسر کریستا بود، با اینکه 2 ماه قبل از اینکه قتل و مرتکب بشه 17 سالش بوده، اما باهاش مثل یه بزرگسال رفتار کردن. شادولا پترسون که دوست صمیمی کریستا بود، اعتراف کرد که واقعا ترسیده، واقعا پشیمونه و میخواد که شاهد باشه توی دادگاه و به خاطر کمک‌های زیادی که به دادگاه میکنه میتونه بعد از یه مدت آزادی مشروط بگیره. اون اعتراف میکنه به معاونت و یه جورایی از جرمش کم میشه و در نهایت حکمی که دادستانی برای 2 نفر دیگه میده حبس ابد برای تاداریل شیپ
دوست پسر کریستا بوده و حکم اعدام برای خود کریستا پایک. تو 22 مارس 1996 اون کاملا با اعترافاتی که کرده بود کاملا محکوم میشه و حکمش امضا میشه. تو 30 مارس همون سال یعنی سال 1996 اون به خاطر قتلی که انجام داده به اعدام محکوم میشه و به خاطر توطئه‌ای که کرده به 25 سال زندان. تو ژانویه 1997 دقیقاً 1 سال بعد تادریل شیپ دوست پسر کریستا، اگه یادتون باشه گفتم که اون به حبس ابد محکوم شد، اما هیئت منصفه یه سری جلسات گذاشتن و باعث شدن که دادگاه رأیش رو عوض کنه و امکان آزادی مشروط بهش بده. قاضی در نهایت بهش حبس ابد با امکان آزادی مشروط داد، ولی اینو حتما توصیف کرده بود که تادریل شیپ یه فرد خطرناکه و اصلا نمیخوام که به این زودیا آزاد بشه. برای همین هر وقت که 25 سال زندانش رو گذروند، توی اواخر دهه 40 سالگی زندگیش یا اوایل دهه 50 میتونه آزادی مشروطش رو بگیره، اونم اگه قبول بشه. تو ماه اکتبر همون سال به خاطر یه سری جلساتی که گذاشته بودن با هیئت منصفه، دادگاه دوباره حکمش رو عوض میکنه و امکان آزادی مشروط رو از تادریل شیپ میگیره و حکمش میشه همون حبس ابد تا هر زمانی که بمیره. بعد از اینکه حکم کریستا رو دادگاه بهش داد، اون تصمیم گرفتش یه درخواست تجدید نظر بفرسته به دادگاه. درخواستش اول قبول میشه، بعد لغو میشه و بعد اون دوباره درخواست میفرسته. اول توی ژوئن 2001 و بعد از اون توی ژوئن 2002. برخلاف اینکه وکیلاش بهش توصیه کرده بودن که این کارو نکنه، اما اون درخواست تجدید نظرش رو از دادگاه میگیره و لغوش میکنه و به جاش یه درخواست دیگه میفرسته. درخواست میکنه که حکم اعدامش با شوک الکتریکی باشه. قاضی دادگاه کیفریش مری بس لیبوویتس درخواستش رو قبول میکنه و تاریخ اعدامش میفته 19 آگوست سال 2002. اون تو 8 جولای سال 2002 درخواستش رو دوباره لغو میکنه و دوباره درخواست تجدید نظر میفرسته. به نظر من توی این مقطع که رسیده واقعا ترسیده، چون دقیقا همون سالی بوده که باید اعدام می شده. بر همین گفته بذار یه ذره دیگه تلاشمو بکنم. توی 2 آگوست 2002 3 تا از قاضیای ایالتی یه کاری کردن. اونا تصمیم گرفتن که حکم اعدامو بندازن عقب، چون میخواستن که روند دادرسی ادامه پیدا کنه. بعد از اینکه دادرسی‌های لازم انجام شد، بالاخره دوباره تو سال 2008 به همون نتیجه رسیدن. آخرین درخواست کریستا رد میشه و اون دوباره به صف اعدام باز میگرده. شاید اینجا فکر کنین که کریستا وقتی که این کارا رو کرده و به حکم اعدام محکوم شده و توی زندانه، حداقل یه ذره آدم بهتری میشه و یه ذره با خودش فکر میکنه. اما نه، اصلا اینطوری نبوده. تو 24 آگوست 2001 کریستا با کمک یکی از زندانیای دیگه به اسم ناتاشا تلاش میکنن که یکی از همبنداشونو با بند کفش خفه کنن. ناتاشا کورنت هم دست کریستا بوده تو این جریان و خودش یه پرونده جدا داره. اگه دوست داشته باشین با کامنتاتون بهم بگین که دوست دارین پرونده اونم براتون کاور کنم یا نه. همونطور که گفتم کریستا به همبندش پاتریشیا جونز با بند کفش حمله میکنه و تلاش میکنه که اونو خفش کنه و تقریبا هم موفق شده بود که خفش کنه، ولی خب مأمورا سر رسیدن و این قضیه رو فیصله دادن. پاتریشیا جونز، همون کسی که با بند کفش بهش حمله شده بود، خودش محکوم به قتل یه مرد 84 ساله به نام کوکر بود که خب تو سال 1994 به حبس ابد محکوم شده بود. کریستا دوباره تو 12 آگوست 2004 به قتل درجه 1 محکوم میشه. البته ناتاشا اصلا توی این قضیه انگار دخیل نبوده. البته دخیل بوده، ولی کارگاه ها اینا نتونستن یه منبع موثق پیدا کنن که نشون بدن اونم دخیل بوده. برای همین اون هیچ اتفاقی براش نیفتاد. کریستا بالاخره با همه این کار شاهکاری که انجام داد داخل زندان و اقدام به کشتن یکی از همبنداش،
دوباره به 25 سال حبس دیگه محکوم میشه. تو 27 آگوست 2020 دفتر دادستانی کل تنسی این درخواست رو به دادگاه داد که حکم آخر کریستا رو امضا کنن و یه تاریخ دقیق برای اعدامش بذارن. به خاطر اینکه اون زمان کرونا اومده بود و این ویروس کووید 19 یه سری اختلالا به وجود آورده بود، مخصوصا توی سیستم های عمومی، دادگاه به خاطر همین یه فرصت دیگه به وکیلای کریستا داد تا یه دلیل موثق برای اینکه کریستا نباید اعدام بشه پیدا کنن. ولی خب همه میدونیم که هیچ دلیل موثقی نداشته، یعنی بگه برای چی اونو کشتم و یه تیکه از جمجمه‌ش رو نگه داشتم و به همه نشون دادم و با افتخار گفتم من این کارو کردم. توی 7 ژوئن 2021 وکیل کریستا درخواست تخفیف دادن توی حکم کریستا، ولی خب در جا رد شد، یعنی اصلا حتی فرصت ندادن که جوهرش خشک بشه. توی سال 2022 دیوان عالی ایالت آمریکا تشخیص دادش که قانون ایالت برای نوجوانایی که به صورت خودکار، یعنی همون اول که یه جرمی مرتکب میشن، اونا رو به صورت خودکار محکوم میکنن به حبس ابد بدون آزادی مشروط، فهمیدن که این قانون خیلی چرته و تصمیم گرفتن که این قانون رو بردارن، چون فهمیده بودن که این قانون با قانون اساسیشون تداخل داره. وکیل کریستا توی 30 آگوست 2023 نهایت تلاششون رو کردن که کریستا اعدام نشه و این حکم رو به دادگاه فرستادن که کریستا زمانی که این کار کرده هم سنش کم بوده، هم به خاطر یه سری آسیب‌های روانی که از بچگیش داشته این کارو کرده و واقعا الان پشیمونه. اونا فقط میخواستن که حکم اعدام رو بیارن پایین و حداقل تبدیلش کنن به حبس ابدی بدون آزادی مشروطی، یه همچین چیزی. توی اکتبر 2023 این درخواست وکلای کریستا رد شد، چون گفتن که اصلا ربطی نداره اون قانونی که مربوط به مجازات حبس ابده. خب بالاخره کریستا یه قتل انجام داده و خیلی از چیزای اساسی اون قتلم خودش انجام داده، از جمله همون بخش جمجمه‌ای که براتون تعریف کردم. قاضی گرین در این مورد به وکلای کریستا گفته بود که این قانون فقط شامل نوجوانایی که قتل انجام نداده باشن، یعنی یه سری کارایی کرده باشن که بالاخره حکمش حبس ابد باشه، و همینطور بهشون گفته بود که برای مجرمای نوجوان انجام میشه و اصلا شامل حال کسایی که بزرگسالن نیست. تو 30 سپتامبر سال 2025 بالاخره قاضی حکم نهایی رو میده و دقیقاً تاریخ اعدامش هم میندازه 1 سال دیگه، یعنی توی 30 سپتامبر 2026 و فکر میکنم که چند ماه دیگه میشه که میتونه بین شوک الکتریکی و تزریق یکی رو انتخاب کنه. اگه کریستا پایک اعدام بشه، اولین زنیه که تقریباً توی 2 قرن اخیر توی تنسی اعدام میشه. خیلی ممنونم سایه های من که تا آخر ویدیو با من بودین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.